آقای مصطفی به برنامه ما خوش آمدید و نخست میگفتید که چرا انتخابات روز یکشنبه از انتخابات پیشین فرانسه فرق میکنه؟ دلیلش این است که این انتخابات یک تأثیر بسیار مهم و عمده بر سرنوشت اتحادیه اروپا خواهد داشت و طبیعتاً سرنوشت اتحادیه اروپا در عرصه جهانی تأثیر خواهد گذاشت. چرا؟ برای اینکه اولا بریتانیا به برکسیت رای داد، از اتحادیه اروپا میره بیرون. از نامزدهایی که الان در فرانسه در صدر لیست هستند که احتمال داره که انتخاب بشن، چون فاصله شون خیلی با هم کمه در نظرسنجی ها، از 4 نفری که در بالای لیست هستند 2 تاشون یعنی مارین لوپن و ژان لوک ملانشون آشکارا در جهت خروج فرانسه از اتحادیه اروپا موضع گیری دارند. خب حالا اگر بعد از برکسیت فرانسه هم از اتحادیه اروپا بره بیرون، احتمال اینکه اتحادیه اروپا به کلی فرو بپاشه بسیار زیاد خواهد شد. از این نظر این انتخابات نه فقط برای فرانسه بلکه برای همه اروپا و حتی در عرصه سیاست جهانی اهمیت داره. و در این انتخابات طوری گفتم بار اول مارین لوپن که از سیاستمداران ملت‌گرا که از نامزدهای اصلی است و میتواند برنده شود. نظرسنجی ها چی را نشان داده؟ ببینید در این انتخابات 11 کاندیدا در دور اول شرکت دارن و همونطور که توضیح دادید 2 کاندیدایی که بیشترین رأی رو بیارن به دور دوم میرن. مسئله اینجاست که در نظرسنجی ها الان 4 کاندیدا تقریبا مساوی هستن. یعنی خانم مارین لوپن به عنوان کاندیدای راست افراطی یا راست ناسیونالیست یا ملتگرا اونطوری که شما اشاره کردید، آقای امانوئل مکرون میانه رو، فرانسوا فیون دست راستی و ژان لوک ملانشون چپ چپ. فاصله اینها با هم دیگه در نظرسنجی ها فقط 4 امتیاز است. و مسائل اصلی که نامزدها در کارزار انتخاباتی برای به دست آوردن دل رای دهندگان بحث کردن کدام مسائل بود؟ امنیت یا کار و مهمترین مسائل اقتصادی؟ مهمترین مسئله در فرانسه مسئله اشتغال و کاره. برای اینکه فرانسه یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در کشورهای غربی رو به طور کلی نه فقط اتحادیه اروپا رو داره. مسئله دوم مسئله بدهی‌های دولته. دولت فرانسه بیش از 2000 میلیارد یورو بدهی داره و هر سال یک چیزی حدود 50 میلیارد یورو فقط بازپرداخت بهره این بدهی هاست که روی بودجه دولت فرانسه سنگینی میکنه. این هم یکی از مسائل مهمه. و بالاخره مسئله سوم مسئله امنیت و مبارزه با تروریسم که اون هم غیر از در برنامه ژان لوک ملانشون در برنامه سایر کاندیداها مطرح است. تشکر آقای ارمغ مصطفی برای وقتی که برای ما پیدا کردن. ممنون است که با ما بودید. تشکر. سپاسگزارم.